یک شاخ گل، برنامه شماره 21. رباعیات از مولانا جلال الدین محمد مولوی، دانشمند و شاعر قرن هفتم است. مولوی چون تا پایان زندگی در قونیه یکی از شهرهای روم بوده، ملای رومیش نامیدند. کتاب مثنوی و دیوان شمس تبریزی از اوست. ای دل
مذهب عاشقان قراری دگر است، این باده ناب را خماری دگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دگر است و عشق کار دگر است. از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوست دمی، کان ذره به از 1000 خورشید نشد. آدم گل شد، از شبنم عشق خاک آدم گل شد، 100 فتنه و شور در جهان حاصل شد،
صد نشتر عشق بر رگ روح زدند، یک قطره از آن چکید و نامش دل شد. که چون اشترم قانه بخورم یاد، خوراکم خور و خر باری ببارم یاد، از این خرج قلی لبار سنگین یاد، هنوز از روی مالک شرمسارم. ای دل بنالم، ای دل بنالم، ای دل بنالم. این بود شاخ گل شماره 21 که با شرکت دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ محلی از برنامه گلهای صحرایی. گوینده روشنک.